وقتی همین ماشین در بارگیری ده نمایندگان خدمات گمرک در ولایت سوخت میگویند آخر سال 2023 در گذرگاه فاتح آباد یک شهروند تاجیکستان را با بیش از 71 کیلوگرم هروئین دستگیر کردند. این مقدار مواد نشه‌آور را یک ساکن شهر استروشن در ماشین بارکش همراه با نوشابه‌های کوکاکولا به ازبکستان گذراندن می‌خواست. وقتی به رسمیت گمرکی در آوردن در استروشن اون انسپکتور تاموژنی گفت که همین ماشین همین سگمون کمتر کینولوگ بطاقتی کرده است. بعد ما از سببی که یک تا ماشین کالونی رنگین داریم برای ماشین را نظر گذراندن همین ماشین گرفته بردیم 3 شبانه روز در فاتح آباد مسجد همین بچه‌ها کوفتن همین ماشین کار کردن سگامون کتی کینولوگو کتی وای کردیم 3 شبانه روز ده بعد سحر ده همون چیزا یافتیم بعد همون آدم گفت که ها دارم. به گفته ظفر محمدیف تحقیق این قضیه را مفتشان دادستانی در عهده داشتند و از نتیجه آن اطلاع رسمی نشر نگشته است. ماه اوگوست سال 2023 گمرک ولایت تاشکند ازبکستان خبر داد که در گذرگاه آیبک ماشین با قریب 53 کیلو حشیش و بیش از 3 کیلو هروئین بازداشت شده است. مواد مخدر را در داخل ظرف گاز و سوزشواری ماشین جایگیر کرده بودند. قاچاق مواد مخدر در تمام دنیا هست. پیش رای یگان جا گرفتن نمیتوند. و در بک ماشین درون بک ماشین در رفته وقتی کینولوژیسکی سگای ما کی نیافت، چلویسکی فاکتور ویرا چخیل وای میکند. با همین خاطر همین دو کارگر ما را دیلا آغاز کردن نسبت چون از کار رفتن. بین تاجیکستان و ازبکستان 13 گذرگاه واقع است. فاتح آباد آیبک در ناحیه مسجد جایگیر بوده یکی از گذرگاه‌های اساسی به شمار می رود. سالهای قبلی هم اداره گمرک ازبکستان از داخل نقلیاتی که از تاجیکستان می رفتند مواد مخدر پیدا کرده بودند و این مسئله باعث سرگردانی صدها مسافر از دو جانب شده بود. در حقیقت در جمهوری ازبکستان هم خیلی مواد شده غلطید نه که این اساس نداره که شهروندای خودمون داود شهروندای خودمون پیاده‌گرد یا ماشین قطع رفتن دا یگان غم دادن یا که یگان چی میکنن خیلی یگان چیز ما معلومات نداریم هم نشیدگی هم نبود و فکر من تفتیش از طرف ما سخت شد نظارت هست یوزی ما در شعبه داریم کینولوژی شعبه داریم که اونجا در رفته سوداگری تمام ماشینی هم این طرف او طرف اومدگی را سنجش کرده آدم‌ها را سنجش کرده میبروین خیلی بود. در نشست خبری آژانسی نظارت مواد نشه‌آور این مسئله باعث بحث روزنامه‌نگاران با مسئولان این مقامات گردید که چرا با چنین مقدار کلان مواد مخدر در گذرگاه‌ها دریافت می‌گردد. آیا به این وضع کارمندان فوری این اداره خود را مسئول می‌دانند؟ فعالیت کارگری ما همش تجربهشون از 8 سال 10 سال زیاده فعالیت کاریشون بچه‌ها همش کارگری نازن همش کوریخ چون نمیدونن چیکار کنن نکنن نه که مسئله که گذشت رفت این خیلی که یک گفتی آدمو که یک خطاگی نمیشه و یگان چی نمیشه ممکن خیلی گذشته هم نمیدونم نه که خیلی شو خیلی که شیت کوری شدگی یک دیگه خیلی که مخاماتی کارمندان مخامات حفظی حقوق راههای نوی مبارزه ضد گردش غیرقانونی مواد نشه‌آور را پیشه میکنند جنایتکاران نیست گروه‌های متشکل جنایت پیشه نیست راههای نو را پیشه کرده به صادرات یا معاملات غیرقانونی مواد نشه‌آور دست میزنند که آشکار کردن این جنایت ها به مشکلات خود را دارد. یک شبکه انتقال دهنده واسطه‌های نشه‌دار آشکار کرده شده. این گفتگوزار در حالی است که رسانه‌های دولتی و شبکه‌های اجتماعی در بسیار حالت از آشکارکنی چنین جنایت پیشگان در داخل کشور از جانب کارمندان وزارت کارهای داخلی نمایش می‌دهند. در گزارش اخیر این مقامات که هفته گذشته نشر شد از دریافت 329 کیلو مواد مخدر خبر دادند که قسمی از آن در حدود ولایت سوخت آشکار شده است. این نظر به همین دوره یک سال پیش به حساب آژانسی نظارت مواد نشه‌آور در ولایت سوخت تقریبا 150 کیلوگرم زیادتر می باشد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.